درود به همگی. امروز روز اوله. امروز باید حساب ایولم رو پاس میکردم که کردم. یه نکته در رابطه پاس کردن ایول با خود اون حسابی که لایو میشه، نکته مهم اینجاست که ما نمیخوایم وقت تلف کنیم روی پاس کردن ایول. برای همین لورج رو خیلی میبریم بالا که زود پاس بشه. اگه ببینی اینجا من با 5 تا قرارداد به جای یه دونه قرارداد ترید کردم. زودم برداشتم. همین ترید رو اگه که لایو بود یا پراپ بود با یه دونه قرارداد انجام میدادم و نگهش میداشتم بره بالاتر، ولی این کافی بود برای پاس کردن. حالا جالب اینه که وقتی که دارم ایول پاس میکنم خیلی ریلکس تر و راحت تر این کارو میکنم تا وقتی لایو میشه این، چون احساسات توش نیست، حس بقا نمیاد بالا، سیستم عصبی آرومه، هیچ خطری در اصل نیست. حالا یه پولی واسه ایول ما دادیم که اونم پول زیادی نیست نسبت به اون موقعیتی که وجود داره. ولی اگه که هنوز به حدی نیستی که بتونی ترید کنی که بخوای پاس کنی راحت اگه حداقل 50% دقت نداره، برد نداری، بهتر این کار نکنی، بهتر بری بالای 50% برسونی بعدش همچین کاری بکنی. ولی واسه کسایی که این وقتی تو آنالیز میکنن و دمو کار میکنن و اینا بالای 50% میزنن، دیگه با لورج بالا بهتر زود تمامش کنی که زود پاس بشه که خود حساب شروع کنیم. حساب همون 21 هندله، مکس لاس هم $400، یعنی 20 هندله، یعنی دنبال یه R1 فقط میگردیم. میخوایم ساده سازی کنیم که از ساده ترین حالت شروع کنیم بیایم بالا. باید بگم اینو که بهترین حالت ترید این نیست، این برای انضباط احساسی، این برای روانشناسی، یعنی یادآوریه. در رابطه با ریسک این پراپا توی ایول 100% ریسک رو میکنم که بتونم زود پاس کنم. توی خود حساب ایول 16 تا 20% ریسک میکنم هر ترید اولش تا یکم ساختش بیاد بالاتر، یعنی 20 هندل تقریبا 16%. چون تریلینگ حالا کسایی که نمیدونن کامنت بذارن یه ویدیوی اینجور چیزا رو توضیح بدم، چیزای بیسیکو، ولی تریلینگه. برای همین اول با هلوش 16 تا 20 میشه، ولی در از 16%. تریلینگ stop هم زود میارم بالا. وقتی که برسیم به تریلینگ پر بشه از یه حدی به بعد، میخوام حسابو یه کم بذارم بیلد اپ بشه، بزرگتر بشه که ریسک کمتر بشه، ولی همون 20 هندل میمونه. اگه پول خود داری ترید میکنی 1 تا 3% بیشتر ریسک نکن. حتی اگه سرمایت کمه خود هی بساز، موقعیت های زیادی به وجود میاد. همون 1 تا 3 بری پولتو نگه داری، موقعیت خیلی زیادی به هر حال واسه به وجود میاد. به پولم اینجوری راحت تر میرسی وقتی پولتو نگه داری. دنبال ریسک بزرگ نباش، پول سریع زیاد نباش، مگر اینکه سرمایه خیلی زیادی داری که همون 1 تا 3%. اگه داری یه چیزی، یه استی رو میخری اون فرق داره. مثلا اگه داری طلا میخری نه ترید میکنی، اگه داری میخری میتونی خب خیلی بیشتر بذاری، یه عمده سرمایت میتونی دوش بذاری. اگه داری تریدش میکنی 1 تا 3% بیشتر نذار. ایول داریم میریم ماکسیموم 20%، پراپ هم 100%، به خاطر اینکه میخوایم فقط این تست رو پاس کنیم زود بریم جلو. اگر همین پراپ و پاس کردن تستش رو من فیل میکردم با 100% ریسک، اشکالی نداشت، به خاطر اینکه حاضر بودم اون پولی که پرداخت کردم مثل اینکه حساب بخرم و باخت بدم حداقل 3 دفعه. برای همین حالا من تو دفعه اول تونستم بزنم، همیشه این اتفاق نمیفته ولی امروز شد. خیلی مهمه که فرق طمع و با استراتژی رو آدم بدونه، برای همین این درصد رو توضیح دادم. هر حسابی، هر نوعی یه استراتژی خاصی بذاره. حالا هر چی سرمایه بیشتر داشته باشیم، تکنیک بیشتر داشته باشیم، روانشناسیمون قوی تر باشه، میتونیم استراتژی بیشتری داشته باشیم. ولی هر چی ساده سازی کرد بهتره. من خودم آدمم که
سخت ساده سازی میکنم، همه چیزی خیلی سر پیچیده میکنم و میخوام ته همه چیو بدونم، جزئیات رو میخوام بدونم. این هم میتونه خوب باشه هم بد. توی ترید ساده سازی کردن بهتره. همون برمیگردیم به اون نکته‌ای که یه سری هستن خیلی هم باهوش نیستن، خیلی رو ساده سازی میکنن و حالا شانس و ریسک بالا هم توش هست، ولی یهو پول زیاد در میاره میگه من تریدرم. خب نقطه قوتشون اینه که میتونن ساده سازی کنن، نقطه ضعف خودشون هم دارن که باید ببینید تو مسیر چند ساله چجوری ادامه میدن. خیلی اینا باهوشن، پولشون رو برمیدن دیگه از ترید میان بیرون. اون بهترین کار اگه که خوب بلد نباشی و یه پولی در بیاری، ولی اگه میخوای تریدر باشی، شغل تیم باشه، سالهای سال این کارو بکنی، خیلی بهتر استراتژی ریسک پایین تر که بتونی سرمایه‌ت نگهداری داشته باشی. خب از سشن بعدی فقط 21 هندل تارگتمونه، 20 هندل هم ریسک ماکسیموم. اگه به 20 ببازیم دیگه کل روز ترید نمی کنیم. به 21 که برسیم، حالا یا 21 یا نزدیک 21 کم بالاتر برمیداریم و فقط هفته 2 روز کافیه. دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه 21 هندل برداریم، بشه 42 هندل، اون هفته دیگه ترید کردن کافیه. به خاطر اینکه میخوام دیسیپلین و ثبات بسازم، این خیلی مهمه. خب این تازه شروعشه، ببینیم چند سشن میتونم بدون خرابکاری جلو برم. اگه اهل رشد واقعی تو تریدی بمون اینجا. بدرود.